آقا امروز یه اتفاق عجیب افتاد. من تصمیم گرفتم بیام اونو با شما به اشتراک بذارم. حالا بگو چه اتفاقی افتاده. جورجینیا رو که همه میشناسید، زن رونالدو. با اون همه دبدبه و کبکبه و 6 7 تا بچه آوردن واسه رونالدو. حتی رونالدو تولدش عکسش رو انداخت رو برج خلیفه. بهترین انگشتر رو براش خرید. نگین داره. با اون همه عظمت که زن یه فوتبالیست معروفیه به اسم رونالدو، داخل بیوش هیچی ننوشته. حتی عکس پروفایلش هم با رونالدو نذاشته. عکس پروفایل اینستاش تکیه. اون وقت این دخترای فامیل ما یه دونه شوهر کردن، این پروفایل رو ترکوندن. یعنی ترکوندن ها. یه شوهر کردن، داخل بیوی پیجش نوشته و من شر حاضر ازا حسد. عکس پروفایل هم که 2 نفره، تازه شوهرشون هم ساقی مواده. تو رو خدا جمع کنین این مسخره بازی ها رو.